همجوران عزیز سلام علیکم. امروز 31 январи سال 2025 می باشد. هگاه 1 فوریه سال 2025 در باغ به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه عید صدا برگزار می گردد و ما هم اقدام گرفتیم که در این عید اشتراک نماییم با مهمان های عید صدا یک دستاویز بریم، تحفه بریم. ما تحفه میبریم قلمچه های انگوری، اواتر، مانیکور فینگر، جاوس محلی، باز شاهانه میگیریم، باز ممکن کشمشی ویلز گیریم و بعد از اون که کمیسیه دیده گذشت با خلقی کدامی که میخواهد در خونش انگوری اواتر، مانیکور فینگر، جاوس محلی دیگر کند، تحفه از نام وزارت کشاورزی، از نام رهبریت ناحیه ورزاب، چون که ما از نام ورزاب اشتراک میکنیم و بالاخره از نام گروه انگور و باغ از نام من و باغبان ما اکی رجاو اومدیم امروز در برفی برف غلط دیدیم خیستیم اما جون پرلوی گرفتیم از با میگیریم قلمچه خدا خواهد و پگاه همه شما رو به عید صدا تکلیف میکنم، مبارک بود میکنم، با صدا تبریک میکنم. وقتی کشت زور نزدیک آمده ایستاده است با همه شما بردباری در کشت کارهایتان در دهقانیاتان برکت خدا عطا کند. مرحمت به عید صدا بیایید، از قلمچه ها گیرید. میدونم که همه یک شما جوانمردها توجیک میتونید این رو ریشه دار کنید. حوزه ریشه دار کردنش رو یک نشانتی همه یک گوره به شما مثال میگیریم. شما اومده دو گرفتید، یک دو منمی یک دو سه چشمک دارد. چشمک آخرانش رو منم خیلی کم نزدیکتر میبرید و چشمک رو کور میکنید، نصف میکنید، تنش رو یردار میکنید، من خیلی یک کم ترک یردار میکنید و زمین رو یردار کردم. دو چشمک موند، زمین رو 4 چشمک گیرید بهتر است. اینجا یک چشمک دیگه باشد برای که 2 چشمک رو تگ خوک کنید بهتر است. زمین رو نرم میکنید، یعنی که پابل میکنید. اگر شما خواهید که در جای دویمی اشینونید، زمین رو نرم کرده پابل کرده، 50 با 50 پارو ارلاش کرده مونده، همین گفتگی من رو کردم. میشینونید، دو بغم بالا با میستد، آب میتید دویم تابستان این ریشه دار میشد، برگ میکند در جای خودش، دویم سال بالای چایلو به شما میرود. این از یک نمودی ریشه دار کردن انگور. یا که اگر در دیگر جا کنید و بعد خواهید کچونید، همون رو هم نرم میکنید زمین رو، این رو در همون زمین تو دو بغمش رو زیر خاک میکنید و دویم آب میمونید که نمیش تابستان 80% دویم نم باشد. قلمچه شما میسبزد و به بالا میرود. یکم سال یگان اگر 2 تا سبز زد، اگر بعد تو ماه ایول اوگوست بقوت که شد، یک تا بقوتش رو مونده، بقوتش رو بریده میتوانید. انا هم دیارون عزیز، مرحمت به عید صدا ما شما رو انتظاریم در صحنه ناحیه ورزاب. خدا نگهبان شما باشد.